خب عزیزان، امروز میخوام در مورد انواع چرم یه اطلاعات کلی بدیم. انواع چرم که پرکاربردترینش چرم گاوی هستش. بعد از اون گاومیش داریم، گوساله داریم، بز داریم، گوسفند داریم. بعد بره که لطیف ترین نوع چرم هستش در مورد حیواناتی که اهلی هستن. ما از حیوانات گوشتخوار ما میتونیم به تمساح اشاره کنیم، همچنین یک حیوان وحشی مثل گراز و بوفالو که سطح پوستش حالت ریگی داره. در مورد ماهی ما میتونیم به گرگ ماهی، به سالمون و همچنین مارماهی هم اشاره بکنیم. از حیوانات دریایی ما باز گورباغه رو داریم، همچنین از حیوانات مثل کانگورو هم میتونیم بهش اشاره کنیم. در مورد حالا باز حیوانات دیگه ما میتونیم به مارمولک و خرگوش و اسب و در نهایت ما چرم گیاهی داریم. از انواع چرم